سلام، رعنا هستم. یه روز مهندس بودم. الان تجربیات آشپزی 3 سوتمو در اختیارتون میذارم. بعضی موقع ما یه ترشی 3 سوته میخوایم، یه ترشی دلمون میخوایم زودم درست کنیم. اگه این سبزیجات رو توی یخچال دارید بلند شید درستش کنید. هویج و کلم و سیر و بادمجون، اصلش بادمجونه باشه، سرکم داشته باشید تمام. من همه رو ریختم تو غذا ساز، از هویج و کلم گرفته. اگه کلم بنفش باشه خوشگل تره، من نداشتم. نمک و زردچوبه و یه ذره نعنا و پول بیبرم بهش اضافه کنید. قشنگ اینا رو با هم بزنید. سیرم یه بوته سیر قشنگ بدون اینکه چشتون رو ببندید، سیرا رو بردارید پوست بکنید، حریره کنید، اضافه کنید. سیر باید زیاد بشه. بادمجونم باید کبابی کنید. من بادمجون رو بعد از اینکه کبابی کردم توی پلاستیک میذارم یا توی ظرف دردار میذارم یه خود دم بکنه. اینجوری پوست کندنش خیلی راحت تره. تمام عطر و طعم این ترشی به این بادمجون کبابیه. یه تیکه هایی هم از پوست بادمجون اگه موند هیچ اشکالی نداره. میتونید بادمجوناتون رو تیکه تیکه کنید یا مثل من حال ندارید همه رو بریزید تو غذا ساز، قشنگ لهش کنید. خوب که له شد به مواد قبلیتون اضافه کنید. اول خوب همش بزنید که همه مواد و طعم‌ها با هم دیگه قاطی بشن. بعد از اینکه همه طعم‌ها قاطی شد، بچه‌ها خیلی احتیاجی نداره که همه چی به نوبت باشه. ما می‌خوایم یه چیز راحت درست کنیم، خودمونم نمی‌خوایم اذیت بکنیم. بعد از اینکه همه مواد با هم دیگه قاطی شد، سرکه رو بهش اضافه می‌کنیم. معجزه این ترشی به اون سرکه خوشمزه‌شه و بادمجون کبابیش. من از سرکه قرمز استفاده کردم. یه ذره بریزید که یه جوری سرکه بیاد تا روی مواد رو بگیره. خوب هم بزنید. 10 دقیقه یه رو توی همون ظرف استراحت بدید. نکتهش اینه که ترشیاتون بچه‌ها توی ظرف‌های استیل یا شیشه‌ای درست بکنید. بعد از اینکه کامل سرکه به خورد مواد رفت، بریزید توی شیشه های ترشیتون، درشو ببندید، بذارید توی یخچال. 1-2 روز بعد آماده برای استفاده است. همون موقع میتونید استفاده کنید، ولی اگه میخواید خوب جا بیفته 1-2 روز بمونه بهتره. کنار همه غذاهای سنتی ما این ترشی میچسبه. درست کنید، نوش جانتون.